انابه. و دم را غنیمت شمرده، عفو و کرم را دیده، پای به روی نفس گذارده، بازگشت و انابه به حق می نماید. و هرچند بیناتر و بر عظمت محبوب آگاه تر گردد، این حال بیشتر شود و راز و نیاز ربنا ظلمنا انفسنا از درون جان برآرد و لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین از دل گوید و خلع و لبس تکوینی که فنای خود و بقای به حق است در هر مرتبه ظهوری دارد و نامی بر آن اطلاق می شود که در این حال توبه و انابه گفته می شود و در مرتبه استعاذه و بسم الله ظهور اوست و صلات و زکات و تبری و تولا و فنا و بقا به تفاوت مراتب تجلیات او.